هله نومید نباشی که تو را یار براند، هله نومید نباشی که تو را یار براند. گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه راهها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش. به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را، بچشاند بچشاند بچشاند. با درودهای فراوان خدمت دوستان و دنبال کنندگان برنامه صدای سخن عشق. صدای سخن عشق را در باب زندگی محمد جلال الدین بلخی مولانای جان تا اونجا پیش رفتیم که پدر مولانا بهاءالدین ولد تصمیم گرفت که بلخ رو ترک کنه. همونطور که در برنامه قبل خدمت دوستان عرض کردم، علت این مهاجرت و علت این ترک وطن به دلیل عوامل مختلفی بود. یکی همونطور که گفته شد در برنامه قبل، اختلافی بود که با سلطان محمد خوارزمشاه داشت. سلطان محمد خوارزمشاه داعیه سلطانی و داعیه خلافت اللهی رسول الله را داشت، به همان گونه که ناصر بالله هم داعیه دار فرمانروای مسلمانان جهان خود را می‌دانست. این اختلاف البته تا اونجا پیش رفت که سلطان محمد قصد بغداد کرد که البته ناموفق بود و سپاهش به یک بهمن و گرفتاری دچار شدند و البته کسانی که طرفدار و دنبال روی خلیفه بغداد بودند این را نشانه شومی دانستند و اینکه قهر خداوند در واقع به خاطر این رفتار سلطان محمد خوارزمشاه بیدار شده. نکته دیگه این که سلطان ولد خود تا حدود زیادی به دلایل افکاری که داشت، همونطور که گفتم در آداب شریعت، در رفتار، در کارهایی که مربوط به دین اسلام میشد مثل نماز و روزه و مناسکی که مربوط به اون بود، ناخشنود بود از مردم بلخ به لحاظ سختگیری و اون نگاه خشنی که همونطور که ذکر کردم به آداب دین اسلام داشت و بسیار متعصب بود در امور مربوط به دین و راه رسیدن به خدا را از راههای بسیار سخت می‌دانست که با دقت در مناسک و آداب دینی و البته سختگیری همراه بود. نکته دیگر این بود که فتنه عالمسوز مغول هم در راه بود و به دلایل اشتباهات و رفتارهای ناپسند و افکار غلطی که سلطان محمد خوارزمشاه داشت و بیکفایتی که بعد از حمله مغول هم از خودش نشون داد، فتنه مغول از شرق شروع می شد و به طرف غرب می آمد و همین باعث شد که خیلی از کسایی که در این نواحی زندگی می کردند، در نواحی ایران بزرگ که در اون زمان به نام خوارزم و بلخ و غیره معروف بود، محل زندگی خود را ترک می کردند و به جاهایی می خواستند مهاجرت کنند که خطر کمتری داشته باشه. به هر حال سلطان ولد تصمیم به مهاجرت گرفت. البته برای این مهاجرت قصد مشخصی نبود.
این مسیر مهاجرت و این جابجایی که در آن زمان صورت گرفت در افکار جلال الدین محمد کوچک بعدها به صورت افکار دیگری متجلی شد. در واقع برای اون یک تجربه جدید بود، از جاهایی که در این مسیر میدید و با افرادی که برخورد میکرد. همه اینها بعدها به یک دستاورد عمیقی برای مولانا تبدیل شد. با وجود اینکه سن کمی داشت، همانطور که گفته شد، به لحاظ تیزهوشی، باریکبینی و البته آموزه هایی که تحت آن قرار گرفته بود، به اطراف خودش دقت بسیاری داشت. همینطور در این مسیر با افرادی روبرو شد که بعدها در وی تأثیر بسیار عمیقی گذاشتند. یکی از کسانی که جلال الدین محمد کوچک با وی برخورد کرد، عارف بزرگ ایرانی شیخ عطار بود. شیخ عطار در اون زمان حتی کتاب منطق و طیر و کتاب‌های دیگر خودش رو هم به رشته تحریر در آورده بود و بسیاری از افراد و عرفا و بزرگان وی را میشناختند و مورد تمجید و تقدیر دیگران قرار می گرفت. این عارف بزرگ با مولانای کوچک در راه برخورد میکنه. گویا آشنایی هم از قبل با سلطان ولد داشت، البته به لحاظ فکری زاویه عمیقی بین اینها بود. بعد از صحبتی که با مولانای کوچک میکنه، شیخ عطار به پدر وی حرفی را میزنه که این حرف بعدها سالها بعد آشکار شد که تا چه حد عمیق هست و چه دقتی در این نگاه نهفته بود و با چه باریک بینی و تیز بینی به این کودک نگاه کرد که البته از عارف بزرگی مثل شیخ عطار این بعید نبود. کلامی را که گفت به پدر جلال الدین محمد کوچک، گفت این پسر آتش در جان سوختگان عالم خواهد زد. و بعدها که سیر و سلوک مولانا، آثار و افکار وی را میبینیم، در میابیم که چقدر عمیق و با چه باریک بینی و تیز بینی و البته اون مقام شامخی که در عرفان داشت، این حرف تا چه حد درست و صحیح بوده و چقدر دقت بسیاری در اون نهفته بود. به هر حال بعد از طی مسیرهای مختلف و نقاطی از ایران را که طی کردند خانواده سلطان ولد، به هر حال به دعوت سلاجقه اون رو، سلاجقه‌ای که در قسمت روم بودند، اون زمان آسیای صغیر رو بخشی روم می نامیدند که رومی که بعدها به اسم مولانا در بعضی جاها، در بعضی تذکره ها و نوشته ها آمده، به همین دلیل هست. آسیای صغیر که ترکیه امروزی هست به نام روم شناخته می شد. سلاجقی که اونجا بودند، اگر درست بگم که علاءالدین کیقباد بوده، به خاطر آوازه پدر مولانا و علاقه‌ای که به عرفا و متکلمین داشته، دعوت میکنه که به اون سامان بره. همین عاملی میشه که پدر و بقیه افراد و خانواده و خاندان سلطان ولد همراه با جلال الدین محمد کوچک به قونیه مهاجرت میکنن و در اونجا ساکن میشن.
بعد از چندین سال که مولانا تحت ارشادات پدر قرار میگیره و اون نحوه ارتباط مرادی و مریدی رو از پدر در میابه که مریدان بسیاری داشت و همون در قونیه هم به تعداد مریدانش افسوده شد و البته با همون راه و روشی که سلطان ولد به اون معتقد بود، بیم و امیدی که میداد که بیشتر در اون بیم از آتش جهنم بوده که بعدها میبینیم که مولانا درست در نقطه مقابل این فکر قرار میگیره، مریدان بسیاری را گرد خود جمع کرده بود. این حلقه درس برای سالها ادامه پیدا میکنه که در سال 628 هجری سلطان ولد وفات میکنه و مریدها و کسانی که از هواخواهان و دوستان و علاقمندان به سلطان ولد بودند به پسرش گرویده میشند و علاقمند میشن که درس و مکتب و مدرسه پدر را ادامه بده. در همین زمان برهان الدین محقق ترمذی که از شاگردان سلطان ولد بود به سرعت خودش رو به قونیه میرسونه که اون زمان گویا در شام بوده و وقتی که خبر فوت سلطان ولد رو میشنوه خودش رو به قونیه میرسونه و پسر استاد و مراد خودش رو در تحت تعلیمات خودش میگیره. در واقع برهان الدین محقق ترمذی معتقد به این امر بود که مولانای جوان هنوز برای جایگاه پدر آماده نیست و همین میشه که اون رو تحت تربیت و ارشاد خودش قرار میده و سالها در این مکتب و درس میمونه. بعد از آن خیل مریدان به جلال الدین محمد بلخی که در این زمان جوان هست گرویده میشن و مکتب و درس بسیاری پیدا میکنه، مریدان بسیاری گردش حلقه میزنن و از مکتب و درسش استفاده میکنن، طوری که بعدها بعد از آشنایی با شمس بیان میکنه، میگه زاهد کشوری بودم صاحب منبری بودم کرد غزا دل مرا عاشق و کفزنان تو. در واقع این سنت مریدی و مرادی رو که از پدر به جای مونده بود، به اصطلاح مرد ریگ پدر بود، به ارث میبره و به همون روش ادامه میده. گفته میشه در تذکره ها آمده که حلقه درسش آنقدر گرم بوده که بسیاری از مریدان که در صفهای طولانی نشسته بودند و در صفهای عقب بودند صدای مولانا به گوش نمی رسید و همین باعث می شد که مریدان حلقه به حلقه شاگردان به همدیگر اطلاع می دادند برای نوشتن ارشادات و درسایی که مولانای بزرگ به اونها می داد. البته جلال الدین محمد بلخی جوان هنوز به اون جایی که مولانای بزرگ نامیده میشه امروز نرسیده بود. ای تو به ام شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم.
دل بود و از تو خسته، جان بود و از تو رسته، جان نیز و گشت و خسته، از تو کجا گریزم. نکته ای را که سعی میکنم در انتهای این برنامه خدمت دوستان عرض کنم که در برنامه بعد ادامه خواهم داد که برخورد با شمس هست و بیشترین قسمتی رو که در موردش صحبت خواهیم کرد و در جلسات مختلف به شرح و بیان آن خواهیم پرداخت که طول میکشه. مولانا بعد از مدتها درس و کلاسی که داشت رفته رفته به بی‌حاصلی و شاید عبث بودن این کلاس ها به نوعی پی میبره. در بیشتر جاها اگر در نوشته هایی که به سادگی نوشته شده زندگی مولانا، در مراجعی که سعی میکنن یک اطلاعات خیلی سطحی و تند بدن، میگن که خب به هر حال شمس وارد شد و مولانا را متحول کرد و دگرگون کرد و این دگردیسی در اثر برخورد با شمس. واقعیت اینه که پیش از این که دیدار بین مولانا و شمس اتفاق بیفته، مولانا مدتها بود که به بی‌حاصلی و عبث بودن و شاید اشتباه بودن این درس و کلاس ها پی برده بود. آن چیزی را که به نام شریعت، آداب و مناسک تدریس می کرد و سالها در مکتب پدر و بعدها در مکتب برهان الدین محقق ترمذی آموخته بود، احساس می کرد مولانای جوان که یک جای کار شاید غلط هست، یک جای کار نادرست هست. اینجاست که باز برمیگردم به حرف پیشین و قبل که علاوه بر آن چیزهایی که آموخته بود و در مکتب پدر و در مکاتب بزرگان دیگر، آن خود وجودی، آن منی که در انسان هست، نه به عنوان منیت، منی که به شخصیت انسانی را میسازه. حالا عرض کردم در برنامه‌های پیشین گروهی به مغز اون را میشناسند و گروهی به روح میشناسند. اون شخصیت ذاتی که برای هر انسان مختص خودش هست و متکی به ذات آدمی هست، اون خود وجودی مولانا سبب میشد که افکاری را که دریافته بود پالایش کنه و ببینه که یک جای کار به اصطلاح امروزی ها میلنگه، یک چیزی درست نیست. از همه این چیزهایی که آموخته دوست داره که فراتر بره، بیشتر بدونه. آیا واقعا خداوند این گونه هست؟ آیا برای هر چیز قهر میکنه؟ آیا خداوند برای مناسکی که انسان انجام میده سختگیری میکنه؟ آیا باید حتما به درگاه خداوند کرنش کرد که از او راضی باشه؟ آیا ادیان مختلف که با هم سالهای سال سر جنگ داشتند درست میگن که هر کدام خود را راه رسیدن به خداوند معرفی میکنند؟ این افکار بعدها میبینیم که به زیبایی در مثنوی بیان میشه که در سر جای خودش به اون خواهم پرداخت. به عنوان مثال وقتی بیان میکنه ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. یا داستان پیل در خانه تاریک که هر کسی دست بهش میزنه و یک برداشتی ازش میکنه. مولانا را به این فکر کشان که اساس اختلافات عالم تعصب و کوری هست. در واقع تعصب کوری میاره و وقتی که یک انسان در اون خانه تاریک وارد شده، پیلی را که یک شکل واحد داره در اشکال مختلف میبینه. در اون داستان میگه یک نفر به گوش فیل دست زد و اون را بادزنی دید، یک نفر به پاش و اون را ستونی دید، یک نفر به پشتش دست زد و گفت عجب تختی هست
و آخر سر مولانا با زبان شیوای خودش بیان میکنه و میگه در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. یعنی اساس اختلافات عالم کوییه که از تعصب ناشی میشه. بنابراین اصل وحدت از همونجا به فکر مولانا میرسه که بعدها در سر جای خودش خواهم گفت که با وحدتی که ابن عربی به اون معتقد بود، یکی از عرفای برجسته، تفاوت بسیار. عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، خدا دلم، بیچاره دلم، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد. بسیار فتاده بود هم در غمش، اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد. اما نه چنین زار، اما نه چنین زار که این بار افتاد. سودای تو را بهانه می بس باشد، مدهوش تو را ترانه‌ای بس باشد. در کشتن ما چه میزنی